همونطور که آتش برای سوختن و افروختن به اکسیژن نیاز داره، موسی برای ابلاغ رسالت خودش به هارون نیاز داشت و محمد خطاب به علی گفت انت منی به منزلت هارون من موسی. اکسیژن برای همه حیاتیه. شاملو برای شکفتن شعرش به آیدا نیاز داشت و قلب نزار قبانی رو بلقیس راوی به آتش میکشید، همون که شاعر چنین خطابش میکرد: بلقیس یا عطرا بذاکرتی، یا عطرا بذاکرتی. اکسیژن تو کیه؟ کسی رو داری که وقتی انرژیت پایینه و آبی نمیسوزی با 2 فوت کاری کنه علو بگیری؟ اگه نداری که گمگشته ای، برات دعا میکنم. ولی اگه داری این ویدیو رو براش بفرست که بدون به اون زنده ای. همه ما به اکسیژن زنده ایم.